صدا هست یا که نه؟ خب برادران گرامی، صدای ما هست یا نه؟ یا اون کس اونجا نویسه که صدای ما هسته یا که نیست. خب بازم شروع میکنیم برادران عزیز. صدای من هست در استودیو یا که نه؟ برادران کسانی که ما را میبینه می نوشته که صدا هست یا که نه. خب خب باز اگر بارگه سلام علیکم. چند دقیقه برنامه گذشت ما نفهمیدیم که صدا بوده است. خب برادران گرامی قدر، امروز در چی موضوع میخواستیم صحبت بکنیم؟ نگاه کنید که حکومت امامعلی رحمانوف حکومت امامعلی رحمانوف چه خیلی نفرها را بگیم که در کار گرفتگی است، یا که یکم دفعه که رحمانوف صحبت میکنه همین هم میخواهم بگذارم. خب این نشنه یک جدا امامعلی رحمانوف در یوان سخنرانی میکنه. یک برنده ای رحمان خوبتر بهتر صحبت میکنه. امروز نفرها زیادن که نمیدونم کدام جمله های من در اونها محقل نیست که میگن شما ایخه باید ادبی گپ بزنی. برادران عزیز، من یک چی میگم، من یگان وظیفه‌دار دولتی نیستم که به زبانی تاجیکی پرفکت گپ بزنم. مردم ما همه زبانی لهجوی یا که کوچوی صحبت میکنن در همه منطقه ها. ما را متاسفانه کارگرای حکومت ما لهجوی گپ میزنن. من چند بار سوال کردم به نفرایی که بگیم طرفدار حکومتن، سوالتون میکنم که همین کلمه وی رحمانوف شما با من بگین که چیه؟ خب
این همه جای تماشا بکنید که رئیس جمهور یا دولت چقدر صحبت میکنه. بعد امروز با مردم از من میخواد. برادران عزیز، ما مردم یاوان را سرمان به آسمان رسید. امروز تمام مردم قدردان از راهبریت سر کرده تا کارگر قطاری به این روز یاد بود و صلح و دوستی ناحیه یاوان تشریف آوردند. این اثبات آن است که این رفیقان نسبت ما قدردانی زیاد دارند. شما شاهدی میدهید رفیقان عزیز، شما شاهدی میدهید که وارد صحنه به روز یاد بود و صلح و دوستی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان رفیق امام علی رحمانوف، شخص ارزنده ملت که امروز تاجیکستان در نسبیت او پدری خود را دریافته است و با آینده امیدبخش باوری کلان دارد وارد گشت. فرصت را غنیمت دانسته سخن را به شخص معتبر، به پدر ملت، به امام علی رحمانوف میدیم. مرحمت رئیس محترم، خوش آمدید، خوش آمدید. من همجده من میخوام کم ترک کامنتاری بکنم. شما دیده که یک برنده چخیل صحبت کرد. من که امام علی رحمانوف گوش میکنیم که چخیل گپ میزنه. تا حاضر رحمانوف دیگرگون شدگی نیست، همون طرز صحبت میکنه. صحبتاش هم دیگر شدگی نیستن. همون سال 92 تا امروز. السلام علیکم برادران، خواهران، پدران و فرزندان عزیز. من از همه شما عذر میپرسم، گرچنده که در وقتی سرشوی جمع آمد شما شرایطی سری وقت اشتراک کردن نبود، لیکن من همچون یک فرد جمهوری مقصد گذاشتم که اگر امروز در جمع آمد شما اشتراک نکنم، من در نزد خلق، در نزد وجدان خود را گناهکار حساب میکنم. برادران عزیز، پدران مهربان، من هیچگاه جوانمردان ناحیه یاوان که پهلو به پهلو ایستاده برای برقرار کردن قانونیت و حکومت قانونی جمهوری مبارزه بردند و بسیاری جوانمردان برادران ما امروز از ناحیه یاوان در این گونه جمع آمد اشتراک نکرده ایستادند. من سری تعظیم به خاطر آن شهیدان ناحیه یاوان و تمام جمهوری فرود میارم. برادران عزیز، پدران مهربان، امروز وقتی آن رسیده است که همه ما دوست و برادر و پیش از همه دوستی و برادری که در ناحیه یاوان است بین همه ملت‌هایی که در این ناحیه استقامت میکنند، باوری دارم در تمام ناحیه‌های جمهوری چنین دوستی و برادری رونق می‌یابد. من هزار مراتب سری تعظیم به پیش پای مادران، پدران سرخم میکنم که آنها فرزندان تربیت کرده به کمالات رساندند که حاکمیت قانونی جمهوری را جان خود را نثار کرده برقرار کردند.
نام هزارها ده ها هزار جوانمردان جمهوری را گرفتن ممکن است که از قید حیات گذشتند. خب اینجا زیاد نمیمونیمش. طرز سخنرانی رئیس جمهور یک دولت، یک برنده از این خودتر صحبت میکنه. امروز چندین نفرها را میبینیم که در کامنت ها هر چی می نویسند بگن که الماس طرز سخنرانی شما خیلی و خیلی. برادر عزیز، من رئیس جمهور شدم، بس شما از من سوال بکنید که سبب در چیه که شما به زبان ادبی تاجیکی صحبت نمیکنید. غیر این صورت شما نمیتونید من در همین خیلی اداب نیای، همین زبان قطعی صحبت کردن، زبان لهجوی قطعی من لهجه خدم قطعی همین اداب نیای برای من صحبت کردن. خب من چی گفتنیم؟ گپ درباره اون نمیروه که کی چه گپ میزنه و کی چه گپ نمیزنه. گپ درباره اون میروه که گپ زده را نتونیم اگر لااقل یک کار بکنی که با مردم یک کاری خوب بیاریده، یک کاری نیک کنی. مثال سفید باشه، مثال کار باشه، مثال هزار مثال ها باشه. سطح زندگی مردم خوب باشه. گپ نزن و چه گپ نزن. نیکی باید رئیس جمهور یک کارهای بکنه که با مردمش آسانی باشه. غیر این صورت بگیم که او نه پریزیدنت نه یک چیزی دیگه. برادران عزیز، من چی گفتنیم؟ به طرف نباشه در برنامه ها اشتراک بکنین، ما را پیگیری بکنین، بمونین لایکاتون. کسانی که ما را تازه تماشا میکنه برادران عزیز آبونه شوه در پرتل ما، به طرف نباشه. لینک در زیر نوار گذاشته شده است برادران عزیز، میتونه که طریق این لینک وارد استودیو شوه. بیاین فکر نظرهاتون بگیم برادران عزیز. اینجا لینک گذاشتیم. بسم الله. خوبترش یعنی کامنت میگذاریمش تیز برادرای عزیز. کسانی که مدیریتوری که هسته خواهش میکنم که همین لینک در زیر نوار بگذاره، در کامنت تیز بگذاره که کسانی که میخوان صحبت بکنن بدون فکر نظرهاشون بگن. رمضان است برادرای عزیز، ما تصمیم گرفتیم که به بروقتی برنامه را شروع بکنیم. یکی جای برادرها بودن که برنامه داشتن، نخواستم وقتی برنامه اونها برنامه بکنم. افطار کردیم، اصلا شروع کردیم. انشاءالله که تا تراویح ما اینجا به شما میمونیم کل 1-2 ساعت. به همین خاطر برادرای عزیز کسانی که میخواهند صحبت بکنن بیاین برادرای عزیز صحبت بکنیم. اینجا چندین نوارها هست که چندین نوارهای هست که امالی رحمانوف یا که زبان ما وقتی صحبت میکنیم با گوش دیگران که گویا ما شعر خوانده ای سالی با آن فقط میمونم وای بکنم سوال وای کنیم درست بیسا وای بکنم تکنولوژی را وای کردم ما در کار
бюджета вай кардӣ, 11 вай кардӣ, худатон ҳамида вай мекунад. Кореяи ҷанубӣ ҳам вай кардааст. мо вай надорем. бо дигар вай бошад. 4 банк вай кард, вай омӯхта, ҳуқуқишам вай мекунад, мебинам. ҳозир ман вай накардам. Дигар корҳои вай мекунад, саводи вай надошта бошад, аммо вай дигараш аст. хоб вай карда исон. Вай ношута аст. Ёрии таъҷили аввалият кардан дар кор. вай талаботи замони вай ва ҷалб карда, вай карда овард. вай дошта бошанд, чӣ қадар вай خب برادران گرامی قدر، همین سوال این همجا به همه همین مردمی که دوران ما را تماشا میکنند، برادرای عزیز، سوال همین است که همین کلمه وی یگان نفری هست که ما را 300 نفر زیادتر تماشا داره، یک نفر بره شرحش بکنه که چی معنی داره، که تفسیرش بکنه بگه که همین کلمه وی اینا ما را قطعی همین کلمه وی کشتن. که رکرارا خیز دارون گفت که من شما را وی کردگی بودم، اگر وی نکنیم وی میشود. یک رئیس جمهور یک دولت این خیلی کلمه ها را باید استفاده نبره، کنکریت نه، ها یا نه، تمام. من حیران میشم که باز هم مردم طرفداری از همین رئیس جمهور میکنن که میبره ایقا تنقید، ایقا همه چیز نسبت همین مردم رها دید. باز هم همین مردم دارن نمیدونم جناب عالی میگه، به کدوم روتون میگه کلمه را. من حیران میشم. برادر عزیز نگاه بکنه که اون نفری که نامش چی بود؟ همراخان ظریفی، نه؟ همراخان ظریفی همه جا ولی من ویدیوش همی آمه اونم این است. После моего выступления в парламенте Таджикистана, где я представил проект протокола о демаркации границы между Таджикистаном и Китаем, в политическую атмосферу в Республике Таджикистан было выпущено большое количество мыльных пузырей. Эти мыльные пузыри были выпущены со стороны ряда парламентариев, так называемых политических деятелей, экспертов, отдельных ученых Таджикистана. Ни в своем письменном выступлении в парламенте страны, при ответе на вопросы парламентариев, никогда не употреблял термин «победа». Это слово, эта наживка или приманка была брошена уважаемым корреспондентом «Азия Плюс», на которую клюнули все остальные корреспонденты и граждане и политики. Дипломатия, дипломатические переговоры не воспринимает термин «победа» или «поражение». Дипломатия – это убеждение, а не побеждение. Дипломат убеждает в вопросе на основе существующих, проверенных, обоснованных исторических фактов и излагает факты и доказывает правоту того или иного вопроса. Вы можете поднять все мои письменные выступления, я никогда не употребляю термин «победа». Этот термин и послужил тому, что такое вот разногласие и разноголосица пошла по всей стране. Второй мыльный пузырь был выпущен в первую очередь уважаемым нашим парламентарием Кабири в ходе дискуссий в парламенте страны. В первом своем выступлении господин Кабири заявил о том, что не существовало никаких юридических или исторических документов,
позволяющим передать наши земли Китаю, и он считает это поражением таджикской дипломатии. Вот откуда была взята фраза. Антоним слова «поражение». Я ему подробно ответил в ходе дискуссии, и господин Кабири во втором своем признался о том, что он не знал о том, что существовали документы, о которых потом я остановлюсь. Но стыдливо умолчал об этом в прессе. برادران عزیز، این نفری هست که رحمانوف پاژیزنی بگیم دادش 30 سال زندانش کرد که گفت که برد دیپلماتی سیاسی بود که ما زمین تاجیکستان در خیتای دادیم. امروز در زندانه حکمتدارا شما را همتون رحمانوف همیشه با مثل همین سوء استفاده میکنه، میبره زندانتون میکنه. به همین خاطر شما با مردم باشه. قوه همه و از بینترین قوه مردمیه. شما با مردم باشه، نه اینکه به یک رئیس جمهور. یک رئیس جمهور دیده شده ما که چی کارها کرده شده. زندگی خوب اکثریت همین کارگرای حکومت هم شما هم نداره. اما چند نفره که کلوچوایان همونها یک کم زندگی خوب و ماشین نمیدونم کم زندگی خوب دارن. شما دیگه کارمندای عادی بگیم یک میلیتسا اینها دکتر اینها یک رنگ هم مردمی عادی شما هم زندگی داره. سویت نداره، شما رو هم معاشتون نمیرسه، نمیدونید چی کار بکنید. به همین خاطر باید ما مردم سربلند بشیم، این رژیم شکست بدیم، کاری بکنیم که یک حکومت مردمی بسازیم که در اونجا معاش خوب باشه، زندگی خوب باشه. باید ما کاری بکنیم که مردم به مهاجرت نروند، در وطن خودمون یگان کارخانه بسازیم. چه به ازبکستان یا که دیگر دولت ها در اروپا میان کنترکت میبندن. امروز من یک نوستی امروز خوندم 1 میلیون ازبکستانی را به جای کار آلمان تامین میکرده است. سبب در چیه که میرزیویف میوید کنترکت بینقتی اینا میخواد که خیلی مردمش کار کنن، مثلا خیلی اویلک بگیرن، حقوقاشون پایمال نشه، جای خواب خوراک همش 100% باشه، میتونن دیگرها. سبب در چیه که رئیس جمهوری ما به غرض طلبیدن به اروپا یگان برمگی نیست، فقط میاد طلب میکنه که اونم افغانا میدروین، نمیدونم ایگیل میوه، فلانش میوه، بسمدانش میوه. اینا که انشاءالله که دیگه گراند پرانت هم نیسته، همش قطع کردن. اگه دیگه گیجو میره رحمانوف دیگه نمیتین یگان نفرها پلد نمیتین برای اکستریمیزم، برای تروریسم. بعد که میدروی هم با گفتی تو یگان کس نمیاد دولت ما هجوم نمیکنه. همین توی پروپاگاندا میدوزی مردم شور شیطانی میکنی که افغان میوه، نمیدونم خیتای میوه، ازبکستان میوه، قرغیز میوه. ما یگان مشکلی نداریم، نه با قرغیز، نه با ازبک، نه با یگان چی. مردم استریتی آسیا میدونه که ما مردمی خیلی مردمی توجی. و همین خاطر این همش فکر نظرهای خطای رحمانوف که میاری مردم میگوی که مردم طالب میدرویه، نمیدونم یک کسی دیگه میدرویه، یگان کس نمیدرویه. طالبا همون سرفرای همون حکومتی که چون نرفته سودیان با کجا میان تاجیکستان ترا میگرفتیان. یا تاجیکستانی کهیه، نه زواد داری، نه فابریکه داری، نه یگان
یگان چی استحصال میکنه که و فخر کنن که ما برای تاجیکستان رو بگیریم همون چیزش به دست بخوره. یا پوگویتسا نمیبره یا تگمه نمیبره تاجیکستان. تو امروز میخیزی میگوی که تاجیکستان قدمی می اومده میگرفته. ما چشمی اون نفر میکنیم دستش میبریم که دست بسوی زمین ما دراز میکنه. ولی من مطمئنم که تو زمین در خیتای و در قرقیزها دادی انشاءالله تو میره رحمانوف ما باید همسایه دست بگریبان نشیم. که من همجا یک چی خطاب میکنم با همون نفرهایی که امروز طرفداری رحمانوف میکنن، شما اصلا دانسته باشه که فردا مخالفین میآید سر قدرت. اگر زمین ها دادگی باشن در خیتای نوچخه که ما شما میگیم دادگی از زمین ها، شما میگید نه طرفداری رحمانوف میکنه که رحمانوف زوره. اگر رحمانوف بره تاجیکستان قد چی میبره؟ رحمانوف میره یگان جا نمیبره، فقط قرضار میمونه با ما دیگه. همه چیزا هیچ بردن نمیتونه رحمانوف. خب نگاه کنید من چی تو میگم. انشاءالله که ما غلبه میکنیم، ما میویم. اگر همین زمین ها در خیتای در قرقیزها دادگی باشن، ای سال چنده مرز تاجیکستان 1924 ایست نگاه میکنیم که اگر همین سرزمین ها در خیتا یا که در قرقیزها دادگی باشن، یا شما دانسته بگیره که شما همون نفرهایی هسته که در پل بوی میرید میجنگید. برای که در وقت شما گفتیم که همین سرزمین داده شده بیای مردم یک کار بکنیم نکرده، من هم شما رو من نقفم میبرم در صف پیش میمونم. اگر میکشندم مرحمت بکشندم میره سرزمین مردم هم میگیره میتی. وقتی سرزمین تا میگیرن در یک تمرقه یکی بگیم 6 ساتیقای 2 ساتیقش همسایت داده شدیم. چه شما خاموش میسته؟ من هم چیزا نمیفهمم. در مردم ما متاسفانه همین خیشیدگی که اگر یکون پرابلم های و که یکون مصیبت بالای من بیایه دیگران میگن که تنی ما درد نکنه، پرابلم های خودش خودش حلش کنه. نه برادر عزیز، باید ما پرابلم های خیلی پرابلم ها را عمومی بدانیم. ما را تاجیکستانی ها را چی متحد میکنه؟ ما را وطن مادر متحد میکنه، تاجیک بدن ما را متحد میکنه، دیگر یگان چیز دیگر نه. به همین خاطر برادر عزیز میگم که در برنامه ها بی‌طرف نباشه. لینک و فکرم که امروز در زیر نوار ناومد، لینک در زیر نوار ناومد امروز، در همین کامنت میگذاریمش. خب برادران عزیز اینجا لینک میگذارم. خب لینک میگذارم، میتونه که طریق همین لینک وارد استودیو شوید، فکر نظرهاتون رو بگین. ما هم تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت انشاءالله که در برنامه پسان قوای ترابیح میشه. نگاه کنید که برادران گرامی قدر، ماه بزرگه برادران عزیز، من 1 ساعت 1.5 ساعت میخوام در افیر باشم. انشاءالله که رمضان برای من 4-5 ساعت میشینم در افیر که هر نفر وقت پیدا کنه بیای فکر نظرش بگه. این ماه بزرگه برادران عزیز، به همین خاطر ما 1 ساعت 1.5 ساعت در بگیم که برنامه میمونیم. کسانی که میخوان فکر نظرهاشون بگن بیاین یگان چی بگن مرحمت. بعد رمضان انشاءالله که من با 4-5 ساعت انشاءالله که برنامه میگذارم، تقریبا هر روز یا 1 روز پس انشاءالله که صحبت میکنیم با مردم تا مردم تاجیک سرجم نکنیم. این خیلی نیست که ما دست بکشیم این مبارزه.
انشاءالله که ما کار میکنیم که مردم بیدار میکنیم، کار میکنیم که رحمانوف رژیمش شکست میدیم، کار میکنیم که یه دولتی همه شمول میسازیم. و همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه ما را دستگیری بکنیم. خب سلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که خوبه برادر الماس. و سلام خدمت به همه برادران میرسانم. بازم 15 ماه شریف رمضان به همه برادران تبریک میکنم. وقت ما چی گفتنیم که وقت رنگی گفتی گپا هم چشم تمیج قیمه خوی میکنی اوجه وقت رفته است. بله. و ما یک چیز گفتنیم، یک مثال میگم بعد گپ سر میکنم. وقتی که نزد حسن بصری مردم میخیزند میآیند میگن که حضرت یگان کار کن آخه این حجاج بدبخت ما را قیر مانه برآورد. این چی دجالت، این چی بدبختی ای که به سر ما اومد؟ میگه هر چی که اومد ایروی خودتان اومد. هر قوم بچه خودش مقصد که خداوند همو خیلی که باشه همو خیلی آدم به سرش میاره. نه که ما همه گفتنیم که مردم بچنده که ما خب کنیم نمیخه بشینیم همی گفتی گپا در قصه یگان چی که نباشیم. رحمانوف چی کاری فارش میکنه؟ ایده با بدمون میکنه. برادرای عزیز ما چی گفتنیم؟ وقتی که رحمانوف مردم بچه هایی که تا 18 ساله را مسجد رفتنی نماند، ما باید همون وقت میخستیم. ببین که ای او سال تا این سال چند تا وقت گذشت. همون وقت این رحمانوف دید مسجد چه محکم کردیم. ای چخیل بگم برای ما ایمینه، برای ما مردم مسلمان یک چیز مقدس ای. مسجد ما محکم کردن، حجاب زن ما گرفتن، ریشا ما تراشیدن. یک چیز مقدس برای مسلمان ای. دید که مسلمان یگان کار کرده، مسجد ما محکم کرد، ما خب کرده میستادیم، حجابای زن ما گرفت، ما خب کرده میستادیم، ریش ما قاق تراشید، ما خب کرده میستادیم. گفت بس که مردم همیشه خر میروند. بخشش برای گپم نه که اگر این مردم ما را همیشه گپی سخت نزنیم باور که بیدار نمیشوند. حضرت برای همون گفتنیم که برادر عزیز ما باید دیگه خب نکنیم. وقتی خستن آمده چی ما حیران همین برادران میشم که در همه قدر ظلم و ضلالتی که همین رحمان و بالای ما کرده سند، حالی هم میترسن و حالی هم باور که خب میکنن میستن. نخود تا این درجه را ما خیلی شک باور کن. ما حیران هم میشم. سوید نداریم. برادر عزیز نگاه که ما را تا 500 نفر تماشا دارن. من دمی یک چیز حیران میشم که او سال بود، یک سال پیش ما را 2,500-3,000 آدم تماشا میکرد. مثال لایک های 1000 اوس میشیدن. من اوزی خواهش میکنم که مردم لایکات نبونه 100 تا لایک شود. و خدا مردم نمیدونم یا که یگان وقتی مناسب نیسته که مردم نمیدونن صحبت نمیکنن یا که مردم دیگه نمیدونن دیل شکسته شیدن این مبارزه. برادر عزیز اکا الماس جان ما همی پیش گپت ما باور که دین در آمدم همی چی شما را دیدم سراز اول گفتی گپا پادپیساچیا کردم و لایک ماندم. زنگولچه را زیر کردم و لایک ماندم. دین خدا دروغگو نکنه والله علم ساعت 11 شب بود، 11 نیم شب بود، 12 بودم خیلی بود. با ما چی گفتنیم؟ منم خودم سالهای پیش میدیدم که باور که ما درمده گپ زدن نمیتونستم ده همه چیا. این مردم ها نمیدونم بجای نبرات شوه این مردم یه بورا سرشون دتای کورپا پیش کرده سند. با چنده که همین رحمانوف ظلم شو کرده سند یا همین ما یک چی هم مشاهده میکنیم که همین در پوستیم در اویله یک کودک همین بازار بزدن کلان شود دیگه امخته میشوه یا با همین ظلم با ظلم امخته کشی دیگه همه هر بگه میاد سرم میرم لطه میخرم زتا خوب میکنم همون کارش کردن میگیرن.
آخه برادران من نمیدونم برای چی روز تا روز ما بجای پیش بریم عقیب رفتیم با چندی که عقیب بریم با چندی که وقتی ما بگذاریم اینا نگاه که زمین با خطای داد ما هیچ نگفتیم رفت اینا روز زمین با نیمی زمین ما را با قرغیز داد ما همه خب کنیم دیگه یگان چی نمیم نیمی دیگه شب پسکای ازبکستان بودن نیم شب افغانستان بودن ما خودمون بشینیم در بالای همون کی اسماعیلی سامانی اوخی توبکه ما هم که خب نمیستیم برادرو ما حیران شما میشم بخدا همین مردکا میبروین همجا دهناشون پشم بروار گفتی ابا خب کردن ای گفتن اگه برادرو بیدار شه بیدار شه بیدار شه خب من نمیدونم شما را دیگه با کدام زبان بگن که شما بیدار شین بله حداقل برو همینجا گفتی گپا همون فکر خطا بگو که فکر چیه مال خطا نشان نده هیچ کتره نمیگه که برو خطا نشان بده که رحمانو برای جرست کنه تو برو حداقل همون فکر عقیده خطا بگو ده مردم یک بدونن که چی گپای باور کن یا میگوی مردمی ما پوستشون پوستی خر شده گیه باور کن بیدار شه برادرها انشاءالله خوب میشه سلام مگه علیکم پسر تم گفته باشم بخشش زیاد نه غوره انشاءالله نه خب ایمیا بفرمایید سلام علیکم و علیکم سلام آقا جون شما صدا خوب است که تشکر ما آقا جون پیش شما بگم که من در شهر اوکراین هستم در جنگ هستم مقصد جدا اوز حضورات شما میبرم مقصد پشت مرگم فکری به زیاد نکنیم ما که هم یک گپ میگم که هم مردم خودمون مردن نترسن خیسن اومدن جنگ اوکراین که من رحمان رو میترسن توبه کردم خدا هم دوره پیش فرعون هم خودم میترسیدن بله برادر عزیز تا ما نخیزیم صدا بلند نکنیم تا یگان کار نکنیم این رحمانوف نمیرود این بداگی آقا جون من یک چیز میگم که چند نفر ها هستن که ما به نام خودشون مجاهد میگیرن میای برادر عزیز روزش رسیده است که ما متحد شیم یک جایه شیم و با یک جایگی میتونیم یگان کار بکنیم بیای شما آپت داره ما ایست باید سی دیگه داریم یک کاری میکنیم که رحمانوف یک طرفه میکنیم متاسفانه هر کس بیرق خچه امروز گرفتگی هر کس میخواه که خدم بگیم که زور باشه برادر عزیز ما این خیلی میتونیم دولت درست کرده اگر مردم ما هممون مخالفین حتی مجاهدین یک جا بشیم سر یک میز بیاییم بشینیم و صحبت بکنیم که یا نقشه بکشیم که همین کار رو بکنیم پیروز میشیم برای ملت همون کار رو بکنیم بعد مردم دیگه انتخاب بکنه که نمیدونم مردم اسلامی میخواه دموکراتی میخواه کمونیستی میخواه نمیدونم دموکراتی میخواه چیز میخواه مردم این چیز انتخاب بکنه اگر ما بیایم پگه با رنگ رحمان در ما حداقل همین رحمانوف اثر حکومت نابود کردن در کار یکم آچرت باید همین رحمانوف بعد چیزی که مردم خودش انتخاب میکنه گفت برادر من بیشتر همین ویدیوش ما تماشا میکنم آقا جون من بیشتر ویدیوش ما تماشا میکنم آقا جون ما بعد همین صورت شما دیدم در رادیو آزادی که مثلا دو درچتون رو محکم کردن شما صحبت داشته بعد تو خودم مشکل شما آسان کنم بعد همجا در برم یا پسرنگ توجیه بود گفتم بگی لایک بومون گفت نگفت یا گفت خوین ملت ان خیلی گفتم بیا تو من گفتم همینجا گفتم جنگ اومده من نترسید نه گفتم رحمانوف ترسید پیتو خپلات گفتم جنگ اومده جنگ مردن نمیترسه با سرش راکت همه چی با سرش نمیترسه که من رحمانوف میترسه ما را همه شکست یکم و نمیای گفتم بچه تا گوشتی میمری روز پگه نترس مردن نترسیدی اومدی من یک چی دیگر را میگم اکا جان حدی اقل نمیبروین چی میگن چی خطانه بیان کنه رنگ اینای برادران نمیبروین افیر کنین یا نمیبروین حدی اقل میگه یا مرد باش یا در خدمت من
مرد نیستین خاطر در خدمت مرد باشه که خیر ما بگیم او تو نبرآمدی خطا نشان نداده حداقل یک کاری که فایده تو به همین مبارزه برسه نخو تا این درجه را ما باور که این قپس شیم. این همی خیلی این برادر گفت بخدا همه جرم بسیار برادرها هم خیلی هست. این تو رفتی جنگ اوکراین هیچی نترسیدی که هر ساعت منوت مردن تو در دست الله گفتی گپا جان در نوک بینیت هر لحظه برآمد. نخود تا این درجه را ای آقی پدر بترسی باور کن حیرانی هم خیلی آدم میشه. برادران عزیز نگاه کده ما را 500 نفر تماشا داره. خواهش میکنم که فکر نظرهاتون در زیر نوار بنویسه. برادران عزیز کسانی که تازه وارد شده خواهش میکنیم که آبونه شوید در برنامه ما، کلکل چکه بجقه بمونین، لایکاتون لایکا شما سبب زیاد گشتن بینندگان میگرده. برادران عزیز وقتی که شما بگیم که ما را دستگیری میکنین دیگر نفرها ما را میبینن، نفرهایی که وابشه اولی خوان انا اون نفرها بیدار میشوند میگن که با یک ایده آدم ها بر اومدین میخوان که پریورات باشه در تاجیکستان، میخوان که رحمانوف نباشه. همون مردمی که امروز خاموشن هوارم بیزارن ای رحمانوف، راست جا ندارن که گپ زنن مردم. خواهش همینه که اگر بمونه شما لایکاتونه سبب زیاد شدن بینندگان که گشت یک نفر پیدا میشوه که یک کار میکنه که ما اینجا 10 سال بشینیم گپ میزنیم، یک نفر یک روز دمه برای یک کار میکنه که کاری هم 10 ساله ما را میگذره. و همین خاطر برادر عزیز امروز من میتونم همیقدر سخن یگان چی گفته یگان برنامه پیشنهاد کرده، اگر فردا یگان کاری دیگر هم من بتونم کرده من یکم آدمی هستم که در میدان در مبارزه میدونم پیش رحمانوف. و همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما پیشروی ما. ما همه گفتنیم که باور کن باز یک حافظه یا یک رقاصه باشد همون قد تماشا یا اینمی اسدالله و اینمی گفتی گپا چاپلوسای رحمان ایوبی تخم هم میبراین تماشا مینن لایک میمونن باور که گپ حق شو میزنی بسوی حق پیرات شو میکنی میترسن یا یگان کاری دیگه میکنن. ای برادرها آخی نخود تا این درجه را ما ترسو و چی باشیم باور که بچند هم خیلی خب کنیم بستیم خوشی میشیم لوچینه. بله برای همه یاد داشتیم گپ زاکه ما دکو در حکمتمون یک عده انسان های هستن که سواد ندارن، یگانتش با اون پروفسیون خودش کار نمیکنن. اگر ما واقعا هم در سر قدرت آدمایی که به عقل کلاشون کار میکردن امروز مردم به این خوری و زاری نمیرسید. یکی اینا یگان کار نکردن، اینا برای خودشون انداز نکردن، ولی اینا میروند برای مردمی تاجیک با یک 5-10 سال دیگر باز هم مشکلی هایی که بعد بگیم که مردمی تاجیک باید تای تای پاپا بشه. اگر رحمانوف بمره، اگر رحمانوف بگریزه مردم ما 5-10 سال دیگر آینده نکه انتظار نباشه. رحمانوف چندین میلیاردها دلار قرض داره ای خیتای ای روسیه. رحمانوف میره درست رحمانوف میره قرضاش ای شات رحمانوف نمیتیان. رحمانوف اینومی میلت گفته پول گرفتگی. رحمانوف ایونگ از 50 دیرم نمیتیان برای قشای پهمه. درست. و خاطر اون میلت گفته دیگر دولت ها پول میتیان که برای یک کار بکنه. نکی میان میدزن پلا. من میگم که رحمانوف تا موزه سر قدرت آمدگی های امروز یکی از میلیاردرها این پلا گیجان در 30 و چند سال در 32 سال نبیگذار اولی که رحمانوف چند سال یکم کس نمیگونه. این قب میلیون ها گیجان عزیز ما را بگوز دیگه با کلوش نمیگردن. بله باش سمالیات شخصی داره رحمانوف، شخصی ای بای و دولتی نیست.
رحمانوف برای او سمالیات بمونه. رحمانوف چیستا برای خچه خریدگیه، برای اویلشه. تماشا کنید رحمانوف میروه. ایگیجو همش هم دیگه. برادر عزیز، یک برادر گفت که همه سمالیاتی که نو خریدگیان 3 تلاچی قدری هم سمالیات خوان شب و روز. که رفته یکون اکسترین سلوچی شب مقصد دو شما رو نکوی. شما همجا خوره. واقعا انا کم مردم ما باید در همین خلاصه کنه که بینه که تو در چیوا رحمانوف میترسه که نگاه که کدام درجه را اوجه خچه احتیاط میکنه برای گریختنش. اخی مردم دیگه نمیدونیم چی شون بگیم، همه گپا گفتیم، همه حقیقت گفتیم، همه چی میدونن، همه عذاب دیده سیم. اخی نمیدونم بوی چی باور که تا کدام درجه را ما هم خیخه. اکا الماس جان ما چیا بگم یک تقاضای دارم بیفشی کارگری گفتی گپا همو اس رای با خدا رحمتی بابین گفت که چی با نمیره حوزی کار کنی آخی تو معلومات عالی داری تو کارگری کلام بدی پیش. گفت اکا جان یک چیت بگم دیگه قطعی حکومت کار کرده نمیشه. حوزی دایی حکومت گفت و آدمای پیشتره نیست، حوزی صاف هم بیسواد و صاف دلبایو بومدگه دایی جا یا که کار کنی یا یگان کار غیر قانونی میکنی یا میبرن محکمت میکنن، یگان علاجی دیگه نداره. ایو گفتم بیکار گشتنم 1000 بار خوبتره چه ما حکومت حاضره ده. نه که همه باور کنین همینجا ما دسترویکه که الماس جان کار میکنم یه روز همه خیلی کار کرده سم باور که رستوار شروعیده سم بعد یک خیش توار داریم او هم کارگری دولت بود با میگه که جیان چی با که نخوندی میمردی میخوندی صاحب یگان وظیفه میشیدی نمی اومدی ایجا کار کنی آخر رستوار بشوری. با گفتم تقا خود دیپلومی سرق داری. او نه او بچه تقایم نلاگی کلونی چی بود ریسپوبلیکا بگیم این ای دیگرش کارگری دولت همی هم اومده است قطعی دایی حکومت حاضره چی ما میخوندم و چی نمیخوندم ترم اومده قطعی ما کار کرده سای تو این رحمانوف ما نابود نکنیم. همه مردمی که گفتی گپا دیپلم سرخ دیپلم عالی و با سواد و با معرفتن همش در این همی استرایکه و همش در همی روسیه خورزار شده سن. ما یک بلا کنیم اول باید همی رحمانوف نیست نابود کنیم با انشالله که ترقیات تاجیکستان هم پیش میروه علم طب هم پیش میروه همش پیش میروه تا وقتی که این اولاد گدا و این اولاد گفتی گپا 10 مرده و چوپان در سر حکومت های ما هیچ وقت حکومت ما پیش نمیروه. ما هم خیلی در قرض میگوته میریم قرض های مشکلات هیچ وقت نمیبرویم. برای همه برادران عزیز یاد دست شیم یک سخن گپ زنیم یک چی کنیم یک جویه شیم هم دیگر فهمی کنیم هر چی تیزتر ای آقی پدر ای سر حکومت دور کنیم که حالی ما ایده بد میشوه و بهنه. نگاه که در ماه شریف رمضان مردم سوید ندارن. همین روز خانه گپ زدم میگه که دجه اسپید نمیکنیم ترابه همون بخونیم در نیمی ترابه سویت میکشن. این ظلم ایده زیاد میشوه الله لعنت کنه ای آقی پدره. و همین خاطر ما مردم میگیم که مردم شما صاحب سویت میشه صاحب آب گرم آب خنک شما صاحب از زندگی خوب میشه بیا یک کار بکنیم. متاسفانه مردم همین زندگی که امروز به سویت همین کدومش که نمیفوره کدومش که هم خیلی زندگی میفوره خیلی بروین این همجا حداقل بگن که ما را همین زندگی که داریم همین برای ما را به خیلی ما یک رسچات خودمون بگیریم که نچی نمیشه برای مردم همین خوبه بیستن همه خیلی دیگه اوخی خطیه برای یک سخن اختا بگیریم. برادر عزیز من هم همین چیزا میخوام که مردم برویان بگن که رحمانوف زورای مثال کار بار دیگه میشوه. مثال میگه که مردم در حقیقت 50% یا که 30% طرفدار رحمانوفای خیلی با این مردم ایستشه با ما یک کاری بکنیم که آدمایی که خاموشن یگان چیز نه با رحمانوف کار دارن نه با مخالفین کار دارن و ما با اونو سر کار بگیریم. متاسفانه نه طرفدارای حکومت میبرن یگان چی میگن
نه طرفدارای مخالفین میبرندگان چی میگن. من حیران میمونم که امروز مردم چی باید خاموشن. برادرای عزیز، همه پرابلم اساسی در تاجیکستان سفید نیست. در همین رمضان این عذاب‌ها هسته برای مردم تاجیک. شما لااقل صدا بلند بکنید که همون سویت خداجونی در این ماه بزرگ شما را بتیم. ولی 2 روز بعد دیگه تابستون میشه. در تابستون پرابلم نیست برای که سویت زیادی میکنه. بعد میتیم او چند دیگه چی در کاره. تابستون مردم ای سحر میبره بیگه خونش میدره. مردم تاجیکستان اکثریت زمین ها کوهستان هم. مردم کوهستانی هم میرن تا سحر تا بگو کار میکنن در زمین ها. در کاری درست تابستان سویت هم چیکار میکنیم؟ تا او چول بیابون سویت تا چی در کاره؟ سویت زمستان در خانه در کاره آدم گرم خواب روان. تو که یک چیز تماشا بکنن در اتجا پچکه نبرورن. بله متاسفانه من در چه حیرون نشم که بله ما به همین مردم درون تاجیکستان چی گفتنیم که شما قطعی مخالفا گپ نزنین، شما طرفداری مخالفا را نکنین، حداقل بروین همو اعتراض کنین، همو ایختون این همین خطیه بروین همین در پیش یک تلفن بگیرین یا یگان پیش روزنامه نگار برین، حداقل 10-15 کس در هر گجا جمع شین اعتراض کنین که خطیه در همین ما را هیچی نته. همین سوید ما بوده در همین وقت مشکلی که ما همین پلاژین برویم یگان چی دیگه در کار نیست. همین کار را نمیکنم باور که همین خب اکا الماز ما یا چی دیگه را گفتنیم در محله ما نمیدونم با کدام سببای مسجد نرفتن. مسجد ما راست گپ خواستیم ریمون کنیم چون که مسجد بینای کهنه بود. ریمون تصر کردیم یک امیتی اومد، یک امیتی گفت که برای چی ریمون کرده سه؟ نگاه کنیم مردم در توا باور که ما حیرانی همین چی میشم ده برای چی ریمون کرده سه؟ گفت خیلی کهنه شده از ریمون کرده سه. همین لپوتکت این همین جمعون تا من اجازت نتم همون لپوتکت نمی برداری همونجا. این هم مردمی کلانسال و مردمی گفتی گفت یک قشلاق آدم یک آدم گوش کرده ایستاده. ما با هم مردم خطاب میکنیم که ای مردم باور که همین ظلم همین خیر رفتن بگیره ما را عیده بد میکنن. آخی ما باید بخیزیم یک سخن بگیم یک باور که نمیدونم دیگه حیرانی همین مردم میشیم. بله برادر عزیزم چه برادر تو که ما هم خطاب میکنیم بسین من همجا یک ویدیو بمونم دیدم که وی طرفین دوده شده بودن در اون منطقه تا امروز ما یکون کانیوی زهورات نبود که ما به جانب خطای اونا داده باشیم و با این کار اساساً سرکار دارد کمیته زمین اداره زمین و گردیزی کمیته دولتی و شاید که اگر به انجام رسیده باشد تا این وقت اگر یکان کان یا ظهورات میشد ما وابسته به این مسئله هم سپارش میگرفتیم و هم حجت ها را آماده میکردیم. خوشبختانه تا امروز یکان سپارش هم نیست و ما از روی حجت های گیولوژی میدونیم که در اینجا یکان ظهورات یا کان نیست و خوشبختانه امروز هست حجت یادداشت تفاهم بین خدمات گیولوژی چکلی که من در اخبارات هم دادم یادداشت تفاهم اویدی آموزشی منطقه‌ای نزدیک سرحدی بین تاجیکستان و خطای و ما من 5 سال است این کار رفته ایستاده است ادامه دارد. یک قسمی
وابسته به نتیجه های این کارها یک قسمی کارها همین سال جاری از جانب متخصصان هم تاجیکی و هم خطایی معرفی کرده شد در مرکز داده های علوم زمین شناسی در سراداره گیولوژی و من فکر میکنم که اون آموزشی که ما امروز گذراننده استادیم برای آینده این یک حجتی یک تحکرسی برای همکاری های طرفین بین دو کشوری دوست می شود. منطقه نزدی سر چی میگوید که این مردک زمین دادن در خیتای اولی هم میگن که ما کار کردیم که کاری خوب بود، ولی من میگم که انشاءالله شما انتظار باشه اون نفرایی که اینترویو داده و این نفرایی که طرفداری داره ای رحمانوف انشاءالله روز ساعتش میاد شما همون نفرهای میشه که میره میجنگه همون زمینا رو میگیره میتیه ما مخالفی نمیریم بجنگیم به خیتای به قرقیز که شما با خوره نه شما میره زمینای ما رو میگردونه میگیره میتیه بعد یک صحبت میکنیم خود شما. امروز ما دیده سادیم که خیتای زمین گریف قرقیز ده به فایده قرقیزستان 70% 50 نه 70% به منفعت قرقیزستان تمام شد. یک صدا بلند نمیکنه. شما طرفداری رحمانوف میروه باید شما طرفداری ملت باشه، طرفداری دولت باشه، طرفداری حکومت نه. حکومت ها میان میروند، دولت ابدی است، ملت ابدی است. و همین خاطر شما فکر نکنید که رحمانوف برای شما جواب نداده شما میری نه شما هم جواب میتید از قانون. خب برادران گرامی قدر ما چند قید دیگر میمونیم در برنامه اصلا خداحافظی میکنیم و همین خاطر کسانی که میخواهید صحبت بکنه برادران عزیز ما چند دقیقه دیگه میمونیم در برنامه بیاید فکر نظرهاتون رو بگین. ما را تا 600 نفر تماشا داره متاسفانه 100 نفر 500 نفر دیگه لایک نمونده است. برادران عزیز بی‌طرف نباشه، لایکای شما سبب زیاد گشتن بینندگان میگرده خلاص. و همین خاطر بمونه لایکاتون کسانی که آبونه شدگی نیست برادران عزیز آبونه شوه کلکال چیکا بجیقه که وقتی که ما برنامه میکنیم به شما را امیدیم بیاید که برنامه درخش حق یا که درخشان تیوی دوره برنامه و همین خاطر به طرف نباشه بجیقه همو کلکال چیکا لایکاتون هم بمونه برادران عزیز. ما کار میتونیم کرده اگر سر یک میز بیاییم اگر دست جمعانه یگان کار بکنیم. من به تنهایی نمیتونم یگان کار کرده 7,000 کیلومتر. به همین خاطر باید ما سرجم شیم باید تاجیکستان بریم و این امجد اگر من بشینم 10 سال بگم یگان گپ نمیشه. باید ما جمع بشیم. ما جمع شیده سودیم انشاءالله یکی کمیم ما برای ما همون که بشیم که واردی تاجیکستان بشیم باید مردم جلب کنیم. برادر عزیز گفته سودم که تا سنی 18 ساله 500 سامانی سویت بیز لیمیت می شود در تاجیکستان. در لبای ناحیه دوردست هم همین خیلی که در شهر سویت است در اونجا هم هست. خیلی باید نباشه که یک شهر در سویت باشه قشلاق در نه در کار شود در شهر سویت نمی شود در قشلاق می شود. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما سرجم بشیم باید ما کار بکنیم که من مخالفینم دعوت میکنم حکومتم بیاید سر یک میز بشینیم یک کاری بکنیم که آینده ای دولت این ملت بدوش بگیریم. بیایم یک کاری بکنیم که یک نظامی دموکراتی بسازیم. یک کاری بکنیم که
مردم برای لایک موندن یا که برای فکر نظری خودشا گفتن پشت زندان نروند. دلیر امام علی بیچاره این همه سالها در خونه های مردم میره و اونو اینترویو میگیره چی مشکلی ها داره بخواد به حکومت برسونه. حکومت بجایی که اون پدرش بکنه دستگیریش بکنه نمیدونم یکان ماشینش بگیره بتیا کامera با قوتش بگیره بتیا که مشکلی جامعه را میبره نشر میکنه که اینو ببینن برن حل بکنن گرفتن بردن دلیر امام علی بردن زندان کردن. اینا نفرهایی که میخواهند حقیقت بگن اینا را اینو نمیخواهند. اینا او طایفه مردمی نیستن که حقیقت پرور باشن. اینا حقیقت چشمای اینا را کور میکنن. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما همین قدر که آبونه شوه لایک بمونه برادر عزیز. من نمیگم که در مبارزه برای من یگان نمود مبلغ در کاره. نه من رنگ دیگر برادرایی که اصلا مثلا به مثل برادر محمد اقبال من ندارم یگان برنامه تحلیلی یا که یگان برنامه‌های خیلی که در اونجا من مبلغ صرف کنم بعد مثلا مردم طلب بکنم که مردم یاردن بده. من یگان برنامه ایفیری های انشالله که زورم میرسه به این همیقا من میتونم همیقا کار من میتونم کردم. من میخوام که برای مردم همین کار را بکنم. مثلا من شما یگان طلب نمیکنم تنها برادر عزیز آبونه شوه لایک بمونه خلاص یگان چیز دیگر نه. ما باید مردم سرجم بکنیم. نیت ما چیه؟ نیت ما با وطن برگشتنه. من نمیخوام که در اروپا بمونم. من میخوام به خدا پگه بخیزم برم. ما باید یک کاری بکنیم که زندانی هامون آزاد بکنیم. امروز نفرهایی هستن که یک عمر زندانشون کردگیان. مردمی که میتونن دولت اداره بکنن. بچه‌ای هستن که هم باسوادن که میتونن یگان کار بکنن. امروز متاسفانه نه مردم میبره یگان چی درباره زندانیامون گپ میزنن یگان کس یگان چی نمیگه. ما هم که باشه مثال من برادری من با چند خیلی دیگر اضافه کردن 7 سال دیگر من در همه جا میبرم میگم مینویسم من یگان چی فایده نمیکنه برادر عزیز. یگان حقوق بشر اون OBC نمیدونم چیزی که هست اینا به دردمون نمیخورن برادر عزیز. ما تا خودمون نخیزیم رحمان فای قرتقش نقپیم یگان نفر به دردمون نمیخوره. برای که ما مخالفین متحد نیستیم برای چی ما رو باور نمیکنن؟ میتونن که ما رو باور بکنن. یکی مخالفین که یک جا نیست پراکنده ایم با همین خاطر مثال یک نفر پیش یک نفر بروه و یک چی پرسیدنی و یک نفر دیگه 10 میلیون بیاید تا یک نفر را گوش میکنیم که 10 میلیون را. با همین خاطر باید ما متحد باشیم برای یگان کار کردن. متاسفانه امروز دعوت چون میکنی نمیاد. من در برنامه همین مخالفین دعوت نکرده میرفتم. امروز ما دعوت میکنیم که برادر عزیز بیاید در برنامه ما اشتراک بکنیم. متاسفانه وقت ندارن مردم. بعد ما مبارزیم. بعد ما اگر رحمانوفا چاپا کردنیم ما در یه هفته 10 دقیقه وقت نمیاویم که یگان چی بگیم. بعد گیجا ما لاف بزنیم که ما رحمانوفا چاپا میکنیم. ما نمیتونیم رحمانوفا چاپا کرده ای خیلی برنامه ما باید یک قدم پیش بریم. جدا باید باشه مردمی که با مردم یگان چی برسونه. نه که باید اکثریت مردم در صف پیش باشه.
باید مردم برود تاجیکستان برود. من نمیگم که ازبکستان بره، قرقیزستان بره، افغانستان بره، دیگه جا بره، نه، تاجیکستان باید ما بریم. تا با که ما میخواه در بدر غریبی این همه چیزا پشتی سر میکنیم. اکثریت ما در روسیه پدر مادرامون میگذرن دنیا نمیبینیم، یا که در اروپا میگذرن نمیبینیم. ما را محروم کردگان، ای صحبت کردن محروم کردگان. ما نمیتونیم با پدر، با مادر، با خشت تبارای نزدیک هم صحبت باشیم. ولی بسیاری نفرها فکر میکنن که همین مخالفین یگان اینکوباتور شدگیان، یگان کس ندارن. نه برادر عزیز، ما داریم. پدر هم داریم الحمدلله، مادر هم داریم، یار و برادر هم داریم. نه که این چیزا محروم شدگیم. ما میخوایم که بریم تاجیکستان، بریم آغوش گرم پدر و مادر بریم. ما میخوایم که یک کاری بکنیم که به مردم آسانی بیاریم. امروز ساعت ها میشینیم در این ماه مبارک. من به جایی که یک نیم ساعت میبرم اینجا صحبت میکنم، من اگر 2 ورق قرآن بخونم او برای من خوبتره. نه که برای خاطر همین مردم، برای آزادی همین مردم میخوام که یک برنامه بکنم که مردم بیان فکر نظرشون بگن، یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم. متاسفانه این امروز 2-3 نفر ما اینجا 1 ساعت 10 دقیقه زیادتر شد برنامه کرده شدیم. 2-3 نفر در اومد فکر نظرش گفت خلاص. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه. ما را تای 500 چند نفر تماشا داره. خواهش همین است که برادر عزیز دما ابونه شوه، بمونه لایکاتون نوارا به دوستاتون بفرسته که اونها را تماشا بکنن. نفرهایی که میخواهند یگان کار بکنن در تاجیکستان با ما در علاقه برای رقم تلفن ما در روی اکران هست. در نوارای گذشته بتونه که در یوتیوب کانال ما بدروی تلگرام ما دا ابونه شوه، فیسبوک، تیک تاک ما دا ابونه شوه. برادر عزیز به طرف نباشه. اگر شما در تلگرام ابونه شوه، ما همه خبرها را در اونجا میگذاریم که نفرهای هستن که چیزایی میپرتونن که در یوتیوب اونها نشر کردنشون غیر امکانه، برای که یوتیوب میتونه که ما را محکم بکنه. و همین خاطر ما در تلگرام میگذاریم. کسانی که میخواهند تماشا بکنن برنامه ما را، حتما برادر عزیز در تلگرام ما ابونه شوه تا اینکه به خبر نمونه. خب 10 دقیقه دیگه میمونه، پس اون خداحافظی میکنیم برادر عزیز. چی گفتن این برادران عزیز که ماه مبارک دعا بکنه. یا دعا 10 دعا در این ماه، 1 ثواب 10 ثواب است. به همین خاطر به طرف نباشه، دعاگو باشه، نماز بخونیم، روزه بگیریم برادر عزیز. این ماه اجابت دعا است. باید ما دعا بکنیم، ذکر بکنیم، وقت ما زیاد نگذرونیم. متاسفانه چند نفر من دیدم که امروز در این ماه بزرگان در تیک تاک میشینن یا که نمیدونم در اینستاگرام یا در یوتیوب میشینن. برادر عزیز در ماه شریف رمضان با ذکر مشغول باشه. این ماه این روز 15 است. و خدا چه خیلی همین 15 روز گذشت من نفهمیدم. به همین خاطر تیز میگذرن این روزها. در ذکر خدا باشه، خدا را یاد بکنه، دعا بکنه که خدایا خداوندان کریم این ظالم تیزتر ایسر قدرت دوم بکوه. یک نفر بیار که خادم خلق باشه، یک نفر بیار که لایق همین خلق باشه، یک سبوکی به این مردم بیاره، یک جای کار بیاره، یک معاش بلند بکنه، یک نفر بیار که به ما را سوید بتیه. این خلقی دعا بکنه برادر عزیز.
انشاءالله که دعاهای ما قبول نشوه و همین خاطر بی‌طرف نباشه برادرای عزیز، دعاگو باشه. خب برادران عزیز، یک جهان تشکر کسانی که ما را تماشا کردند، کسانی که فکر نظرهاتون را نوشته برادرای عزیز، کسانی که اومدن صحبت کردن، کسانی که نتونسته صحبت کردن. دعوت همین است که برادرای عزیز ما رو پیگیری کنه، دستگیری بکنه، بمونه لایکاتون آبونه شوه که ما در وقت برنامه ها شما بفهمید که خب برادران گرامی قدر همتون تشکری میکنم که کسانی که اشتراک کردن، کسانی که آبونه شده، لایک کنه، دستاتون درد نکنه برادرای عزیز. تنها من چی بگم، دعاگو باشه، ما بزرگ است، ما باید دعا بکنیم که خدای خداوندان کریم تیزتر این بلاها را از سر ما دور بگردونه. باید ما دعا بکنیم که خدای خداوندان کریم این ظالما را از سر ما دور بکنه. به همین خاطر برادرای عزیز، برای این ظالما را ما یک طرفه کردن، یکم دعا بکنیم، دیم کار بکنیم که ما دست جمعانه عمل بکنیم. اگر ما عمل نکنیم، باور کنید برادرای عزیز، ما چند سال دیگر هم در اینجا صحبت میکنیم، هیچی. همین خاطر دعوت من همین است که بیا یک کاری بکنیم که ولی نفرها زیادن که میگن که شما مردمی اروپا شما نمیایی. من به دیگرها کار ندارم، من میام. من در دیگه اگان آدم جواب نمیتیم، در خودم گفتم که من آمادم بیام تاجیکستان، حتی همین مردم در انقلاب، در میدان انقلاب باشم. در من تنها همینقدر مردم در کاره که ما یک کار بکنیم. و همین خاطر برادرای عزیز ما را دستگیری بکنیم که ما به هدف ها برسیم. بازم تا برنامه های دیگه برادرای عزیز، انشاءالله شما را به خدا میسپارم. کار میکنیم که انشاءالله که مردم متحد میکنیم، یک کار خوب میکنیم. خب یگان نفر هم اومد من یک چند دیگر میموندم، یک نیم ساعت دیگر صحبت میکردیم، یکی متاسفانه یگان نفر نیست. من همین وقت دارم، تراویح شده شده، من برم ذکر خدا بکنم، اون خوبتر است که اینجا میبرم نمیدونم یک ساعت یا که چند دیگه با صحبت میکنم. و همین خاطر برادرای عزیز، این ماه بزرگه ما باید زیادتر ذکر بکنیم و نماز بخونیم. و همین خاطر به طرف نباشه برادرای عزیز، نماز بخونه، ذکر بکنه. همین که گفتنیم. باقی تا برنامه‌های دیگه، خدا نگهبان. سلام علیکم.